بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو امروز میخوام براتون 3 تا اتچمنت اسنایپ برای دوئل مولتی و 3 تا اتچمنت گاد شاتگان بتل رو بهتون بدم. این از اولین اسنایپمون DLQ که از یکی از بهترین گان هاست برای دوئل، خیلی عالی، من خودم ازش استفاده میکنم. خب گان بعدی لوکاسه. این لوکاس هم خوب میزنه، بدکنس عالیه. بعدا یک نه تندرا براتون میتونم. من تندرا از همه شونم گادتره. من تندرا چرا نیستیم؟ خیلی خفن میزنم. اینم اتچمنت تندرا، اصلا ایمش خیلی فسته و این نمیذاره اینمی ایمشو باز کنه. یه ثانیه میگیری روش میانداز. خب بریم سراغ 3 تا شاتگان بتل. اولین شاتگان SS هستش. نه اتچمنتش وان شات. خب بعدش براتون اینجا میدونم دیوای بچینم. خب نه مازلش رو روی این قرار میدیم، برلش هم روی این RTC. بعدش اینم لیزر 5 متر میذاریم. یه دونم ریر گریپ میذاریم براش، این که اولش دی داره. خب بخشینا صدام گرفته، یکم گلوم درد میکنه. بعدش هم یه دونه هم استاک میذاریم، استاک RTC استاک. خب این اتچمنت هم واسه میکنم ضعیفه میدونم. این اتچمنت هم بذارم. بریم سراغ گان سوم شاتگان. خب گان بعدی هم گان میستوس کیارم. میخوام بهتون اتچمنت زک 12 هم بدم، ولی اول بریم سراغ اتچمنت کیارم و بعدش بریم سراغ زک 12. خب اینو میذاریم روی این مازلش رو، بعدش برلش هم میذاریم روی همین RTC استاک نو استاک. لیزر 5 متر میذاریم. یه دونه ریر گریپ، اون که اولش دی داره بازم. اینم سومیش. برداریم بریم سراغ زک 12، گان بسیار فشاری. خب اینم اتچمنت زک 12 هم برداشتیم. بریم. خب بچه خداحافظ، شل خدا همراهتون باشه. و اینکه تقریبا 2-3 روز دیگه دوستم اخبار سیزن 4 رو میذاره براتون که همین دیگه. مرسی بابت حمایت، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ، من رفتم.